سفارت روسیه در تاجیکستان خبر داد که بین تاجیکستان و روسیه از این به بعد هر هفته کمش 75 پرواز انجام داده خواهد شد. شرکت هواپیمایی سامون ایر از 27 اوگوست هر روز بین دوشنبه و مسکو یک پرواز انجام می‌دهد. از 7 سپتامبر قرار است که شرکت روسی یوت ایر نیز پروازهایش را بین مسکو و دوشنبه هر روز کند. این علاقه 14 پرواز در هفته بین روسیه و تاجیکستان می شود. این دو شرکت همین طور جدول پروازهای دائمیشان با خطرهای دیگر بین روسیه و تاجیکستان را درست کرده ایستادند. همچنین شرکت اورالسکی اویالینی قصد دارد هر هفته از شهرهای دوشنبه، خوجند و کولوب به سمت‌های مسکو، سنت پتربورگ، یکاترینبورگ، ژوکووسک، قزان، کالوگا، کراسنودار، کراسنویارسک، لیپیسک، минеральные воды, Нальчик, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Ростов, Лебедон, Самара, Уфа و چلیابینسک در عموم 38 پرواز منتظم براه ماند. شرکت روسی S7 سیبیر نقشه دارد که از شهرهای دوشنبه، خوجند و کولوب به سمت‌های مسکو، استراخان، برناول، ولادیواستوک، ولگاگراد، ورونیژ، ایرکوتسک، کیمیروو، کراسنودار، نیژنی نووگورود، اومسک، оренبورگ، ساراتوف، تیومن و چلیابینسک هر هفته 23 پرواز انجام دهد. ساکنان تاجیکستان امیدوارند که در پی افزایش به مراتب شماره پروازهای دائمی، شرکت‌های هواپیمایی نرخ چپتای خود را پایین خواهند آورد. این شرکت‌ها تا کنون در توجیه نرخ‌های میانشکن خود این را بهانه می‌کردند که ضمن انجام پروازهای چارتری مجبورند از مسافران خراجات هر دو طرف را ستانند، چون که به یک طرف خالی یعنی بدون مسافر پرواز میکنند. به گفته ساکنان حالا نرخ پروازها از تاجیکستان به روسیه تا به حد 500-550 دلار پایین آمده است، ولی حتی چنین نرخ هم برای بسیاری ها میانشکن است. به این دلیل بسیاری ها کوشش میکنند که با نرخ ارزانتر از طریق فرودگاه های ازبکستان به روسیه سفر کنند. شرکت هواپیمایی ازبکستان نیز به خاطر جلب مشتری بیشتر از 3 اوگوست نرخ پروازهایش تا روسیه تا به حد 140 دلار پایین آورد که از ارزانترین نرخ پرواز از فرودگاه های تاجیکستان باز هم دست کم 3 از 5 مرتبه ارزانتر است.